سرکار خانم الهام اورنگی، مدیر مجموعه زیبایی الی، حامی هنر و اندیشه فاخر ایران. بن از بنیانها میگوید. درود و مهر از پایتخت فرهنگی هنری ایران، شهر زیبای شیراز با شما هستیم. در 4مین نشست برنامه بن میزبان ارکستر سمفونیک فارس هستیم و با رهبر این ارکستر جناب آقای ابراهیم بزرافکن به گفتگو میشینیم. مهمان برنامه رو به شما معرفی میکنیم. ابراهیم بزرافکن، آهنگساز، رهبر ارکستر و مدیر هنری، مدرس و نوازنده ویولون، کارشناس ارشد آهنگسازی از دانشگاه هنر تهران، مدیر گروه بخش موسیقی دانشگاه فرهنگ و هنر علمی کاربردی شیراز، مسئول انجمن موسیقی استان فارس از سال 1399 تا 1401. برگزاری ورکشاپ رهبری ارکستر در شهرهای مختلف. همکاری با ارکستر ملی ماهشهر به عنوان رهبر مهمان. بنیانگذار و رهبر ارکستر ایرانی ستا. بنیانگذار ارکستر سمفونیک فارس در سال 1398. بنیانگذار و رهبر ارکستر صحی مهرگان در سال 1396. بنیانگذار کوارتت زهی فرنای در سال 1390. به افتخار آقای ابراهیم بزرافکن. جناب بزرافکن، خیلی به برنامه ما خوش آمدید. در خدمتتون هستیم برای یک خوش آمد و سلام به همه. خیلی ممنون هستم از خشایار جان و تیمشون در مجموعه بن. خیلی خوشحال هستم که امروز بعد از ظهر جمعتون رو در اختیار ما گذاشتین. برام خیلی جذاب و خوشاینده که میبینم که دوستانی هستن که علاقه‌مند به بحث رهبری ارکستر هستن. امیدوارم منم بتونم صحبت‌هایی داشته باشم که هم براتون جذاب باشه، هم فکر میکنم کسان بین شما هستن که به بحث رهبری ارکستر علاقه‌مندن. من سعی میکنم توضیحاتی بدم که در واقع امیدوارم براشون مفید باشه. درود بر شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. سوال نخست من، همونطور که از عنوان برنامه هم مشخص هست، اینه که رهبری ارکستر سمفونیک در ایران از کجا آغاز میشه؟ شکل گرفتن ارکستر سمفونیک از کجا آغاز میشه و چه کسانی در این شکل‌گیری اولیه و قدم‌های اولیه مؤثر بودن و بعد چطور ادامه پیدا کرد؟ ببین، ارکستر سمفونیک تهران طبق صحبت جناب دکتر صهبایی سال 1322 به طور خصوصی در خانه پرویز محمود، در خانه محمود پدر پرویز محمود، اگر اسم پدرشون اشتباه نگفته باشم، در خانه ایشون تشکیل میشه به رهبری و سرپرستی و مدیریت پرویز محمود، جناب استاد پرویز محمود. آقای پرویز محمود هم خودشون تحصیل کرده خارج از کشور بودن، آهنگساز و رهبر ارکستر بودن و این ارکستر رو به طور خصوصی در واقع تأسیس میکنن و بعد با اجرایی که میگذارن کم کم حمایت‌های دولتی رو هم به دست میارن. پس یه جورایی میشه گفت که پایه‌گذار ارکستر سمفونیک تهران به این شکلش جناب آقای پرویز محمود بوده. اما خب قبل از ایشون هم افراد زیادی بودن که ارکسترایی رو داشتن یا رهبری میکردن، سرپرستی میکردن. ارکستر بلدیه بوده، ارکستر استادان بوده و ارکسترهای نظامی بوده که توسط در واقع مستشارای نظامی که از فرانسه می اومدن یا از کشورهای دیگر، ارکستر این چنینی هم تشکیل می شده. اما ارکستر سمفونیک به معنی واقعی ارکستر سمفونیک و اونی که ما الان داریمش، ارکستر سمفونیک تهران، سال 1322 توسط آقای پرویز محمود پایه‌گذاری میشه. بعد از آقای پرویز محمود، آقای محمود یه مدت زمانی چند سال رهبر ارکستر بودن، بعد از ایران مهاجرت میکنن. بعد از ایشون افراد دیگری از جمله آقای حشمت سنجری سالها رهبری ارکستر بر عهده داشتن. ایشون هم همچنین هم آهنگساز بودن، هم رهبر ارکستر بودن و خب این بین کسانی هم بودن که شاید به طور مقطعی مثلا 5 ماه 6 ماه 1 سال به طور مقطعی رهبری این ارکستر رو به عهده داشتن. اما در واقع تاثیرگذارترینشون و اونایی که مدت زمان بیشتر رهبر بودن بعد از آقای پرویز محمود آقای حشمت سنجری بوده
و طبق گفته جناب آقای دکتر صهبایی گفتن که توی مقطعی چند تا نوازنده و یک رهبر اتریشی میان ایران و اتفاقا یکی از این افرادی که میاد استاد اوبوای خود آقای صهبایی بوده. این مدت کوتاهی هم توسط این افراد ارکستر سمفونیک رهبری میشه و بعد از اون بوده که در واقع سال 1351 که طبق گفته خیلی از دوستان و خود آقای جناب دکتر صهبایی سال 51 تا 57 که رهبری ارکستر در واقع به دست آقای مشکات، فرهاد مشکات بوده. این واقعا دوره شکوفایی و اوج ارکستر سمفونیک تهران بوده که اجرای خیلی وزینی داشتن و خب تو اون برهه به خاطر شرایط فرهنگی خاصی که حاکم بوده و دولت و بالاخره مسئولین تلاش میکردن که کشور رو از لحاظ فرهنگی ارتقا بدن، رهبران خارجی رو دعوت میکردن. ما الان توی فضای مجازی داریم میبینیم که آقای کارایان اومده بوده ایران، آقای منوهین ایران اومده بوده و خیلی افراد تاثیرگذار این چنینی به دعوت از مسئولین اون زمان ایران می اومدن و با ارکستر همکاری میکردن. خب این خیلی تاثیر قطعا زیادی داره در پیشرفت ارکستر، در ارتقای سطح ارکستر، در آگاهی افراد که بتونن در واقع ارکستر رو ارتقا بدن. یه چیز جالبی که ایشون در مورد آقای مشکات بهم گفتن، آقای مشکات قبل از اینکه رهبر ارکستر سمفونیک تهران بشه، رهبر ارکستر مجلسی صدا و سیمای تلویزیون ایران بوده که توی یکی از جشن هنرها هم میاد شیراز و با ارکستر مجلسی اجرا میکنن و اینقدر ایشون کارشون خوب بوده که بعد به سمت در واقع رهبری ارکستر سمفونیک تهران برگزیده میشن. و چیز جالبی که به من گفتن، ایشون از طرف حالا مسئولین اون زمان یک کارت سفید داشتن، به قولم به این معنی که ایشون هر کاری که لازم بوده جهت ارتقای ارکستر و شناسوندن ارکستر به دنیا انجام بده رو ایشون مختار بوده هر کاری که لازم انجام بده. و یکی از کاری که ایشون انجام میده و البته نقدی هم بهش هست که شاید نیازی نبوده اینقدر، اکثر نوازندگان رو از خارج از کشور دعوت میکنه. مثلا توی صحبت‌های آقای سیاوش ظهیرالدینی که ایشون نوازنده آلتو ویولون آلتو ارکستر سمفونیک تهران بودن سالها، شنیدم ایشون گفت که تنها آلتیست ایرانی مثلا ارکستر تو 13 نفر من بودم. خب این از لحاظی از جهاتی بالاخره خوبه که نوازندگان سطح بالا میان، بالاخره آموزش میدن، با آدما در ارتباطن، سطح رو میبرن بالا. و از طرفی شاید این نقدم بهش باشه که اگر از ایرانی‌ها استفاده کرده بود شاید آینده بهتری می‌داشت ارکستر، به خاطر اینکه سال 57 انقلاب میشه، آقای مشکات میرن آمریکا و خب ارکستر منحل میشه و یکی از دلایل انحلالش خب اوکی مسائل فرهنگی و سیاسی اون زمان بوده، اما یکی دیگه‌ش هم این بوده که نوازندگان ایرانی کمی تو اون ارکستر بوده که اگر می‌خواستن ارکستری هم درست کنن اونقدر نوازندگان خوب واقعا شاید آموزش داده نشده بود. بالاخره بعد از آقای مشکات انقلاب میشه و سالها ارکستر تعطیل. بعد از فوت آقای حنانه، البته آقای حنانه هم یک دوره رهبری ارکستر به عهده داشتن، فقط چون خیلی طولانی مدت نبوده من اینو حالا فراموش کردم بگم. وقتی ایشون فوت میکنن توی سالگرد ایشون بعضی از نوازندگان قدیمی ارکستر سمفونیک تهران میان که میگن که ما میخوام برای ایشون یک سالگردی بگیریم، یک مراسمی بگیریم و از آقای فریدون ناصری که فکر میکنم ایشون نوازنده تیمپانی ارکستر بوده خواهش میکنن که میگن آقا تو بیا، دوست آقای بالاخره آقای حنانه بودی، کار ما رهبری بکن، ما اجرا کوچیکی داشته باشیم. که سالش رو دقیق نمیدونم، فکر میکنم اواخر دهه 60 بوده که این مراسم که برگزار میشه. بعد از اون آقای فریدون ناصری میبینن که میتونن ارکستر رو راه اندازی کنن مجدد. از اونجا دوباره در واقع این تلاش انجام میشه که دوباره ارکستر سمفونیک تهران بعد از انقلاب احیا بشه. گویا یک نارضایتی هایی از نحوه رهبری ایشون شاید بوده، بالاخره چون حالا در ادامه صحبت میکنیم اگر زمان اجازه بده، اینکه بالاخره رهبری ارکستر یک دانشیه که حالا من امروز سعی میکنم تا اونجایی که بشه و حوصله دوستان در واقع حوصله‌شون سر نره در مورد جزئیاتش خود بیشتر صحبت کنم. اینکه رهبر ارکستر که چه توانمندی‌هایی باید داشته باشه، چه اطلاعات و آگاهی‌هایی داشته باشه، چه دانش‌هایی باید داشته باشه، شاید ایشون حالا به هر دلیلی نداشتن و خب نوازندگان و کسانی که اونجا آشنا بودن با آقای دکتر صهبایی بهشون حالا یه نامه میزنن یا تماس میگیرن، ایشون خارج از کشور بوده. فقط در مورد آقای صهبایی چون به نظر بعد از انقلاب خیلی تاثیرگذاری‌های زیادی داشتن تو ارکستر سمفونیک تهران و در واقع راه اندازی مجددش،
ایشون قبل از انقلاب در واقع تکنواز اوبوای ارکستر صدا و سیما بودن و یک نوازنده خیلی خوب درجه یک اوبوا بوده و ایشون موقع انقلاب هم یعنی وقتی میرن خارج از کشور اونجا هم همچنان تکنواز اوبوا بودن، اوبوایی که ارکستر بودن، معلم اوبوا میشن تو دانشگاه، رهبری ارکستر میخونن، موزیکولوژی میخونن و رهبر توانمندی هم بودن، اونجا هم رهبری میکردن، هم اوبویست بودن، هم معلم اوبوا بودن و اینا خب بالاخره میشناختن. ازشون خواهش میکنن که بیاد. طبق صحبت که با ایشون داشتم، ایشون میگن که سال 71 من برای دیدن خانواده‌ام عید اومدم ایران و تو همون اردیبهشت یه تامینات گذاشتیم و خیلی جالبه که البته حالا من وارد جزئیات خیلی نمیشم، اما رپرتوار خیلی خوبی میزنن، مثلا اگمونت بتوون میزنن، سمفون 88 هایدن میزنن و اینا قطعاتی نبوده که بشه به سادگی زدش. یعنی بالاخره اون پتانسیل رو داشتن آدما، اون علاقمندیه رو توشون بوده که با تلاش بیشتر، با تامین بیشتر بتونن قطعات به این سختی رو بزنن و از اونجا بوده که دیگه به نظر میاد ارکستر سمفونیک بعد از انقلاب به شکل درست ارکستر سمفونیکش به نظر میاد از اونجا شکل میگیره و شروع میشه سال 71 با حضور آقای صهبایی. و چون ایشون خارج از کشور بوده و فکر میکنم سوئد و اتریش کار میکردن و اینها، چون هم تو دانشگاه بودن هم توی ارکستر بودن، یه مدت میمونن باز میرنشون، باز میرن و تو این مدت رفت آمدهایی بوده و باز اجراهایی، فکر کنم سال بعدش هم دوباره اجراهایی میگذارن و باز هم بالاخره ما تو کشوری هستیم که همیشه حواشی همراهمونه، همیشه یک آدمایی هستن که چالش درست میکنن برای افرادی که دارن خوب کار میکنن. اونجا هم مستثنا نبوده. معمولا نوازندگانی هستن که خیلی دوست ندارن تمرین کنن، دوست دارن که با همون روال ساده همیشگی پارت‌ها رو بزنن، رهبر خیلی سختگیر نباشه، رهبر امتحان نگیره، رهبر ازشون خیلی کار نخواد و وقتی با دیسیپلین مواجه میشن معمولا اون یکمی قدیمی ترا و اینها یکمی بالاخره اعتراضایی دارن و این اعتراضا باعث میشه که ازشون دیگه دعوت نشه و این روند همینجوری ادامه پیدا میکنه. رهبران میهمانی میان بعد از ایشون، افراد زیاد بودن، مقطعی بودن، اما اون باز تاثیرگذارترین ها آقای رهبری که یکی از رهبران برجسته کشورمون است و یکی از افتخارات کشور است. آقای علی رهبری مدتی توی 2 مرتبه که میان ایران رهبر ارکستر به عهده میگیرن. آقای شهادت روحانی باز رهبر ارکستر به عهده میگیرن، اما رهبر در واقع دائمش و مدیر هنریش دوباره باز طبق صحبتی که باشون داشتم بعد از مشکلاتی که ارکستر سمفونیک باز براش ایجاد میشه، بالاخره مسائل مالی، مسائل مدیریتی، ما بالاخره توی کشوری هستیم که ما تو مسائل مدیریتیمون توی همه برهه‌ها، توی همه زمینه‌ها بالاخره مشکلات داریم. ما قطعی برق داریم که یک جور قطعی، کمی آب داریم یا هر مسئله دیگری. بالاخره مسائل فرهنگی هم به همین شکله، وقتی مدیریت ضعیف باشه در همه ابعاد ضعیف میشه. و تو اون مقطع دوباره سال 85 6 و اینها دوباره ارکستر به سمت تعطیلی داشته میرفته که دوباره اون مدیر اون موقعش آقای احمدی نامی گویا باز از آقای صهبایی خواهش میکنه میاد ایران و دوباره ارکستر رو باز راه میندازه، دوباره کار میکنه و باز دوباره مسائل حاشیه‌ای، دوباره یه بار اتفاق دوباره سال 93 میفته که باز ارکستر مخواست تعطیل بشه، باز ایشونو میارن باز کار میکنه و این داستان تعطیلی و به حاشیه رفتن و حالا حقوق ندادن ها و سوء مدیریت ها همیشه باعث میشه که ارکستر سمفونیک تهران توی حالت در واقع نامتعادلی پیش بره. سرکار خانم گلنوش خالقی دختر جناب استاد روح الله خالقی در یک دوره رهبری ارکستر میکنن و به عنوان اولین زن رهبر ارکستر در ایران شناخته میشن. پرسشی که از حضورتون دارم اینه که جایگاه زنان در رهبری ارکستر به چه صورت هست؟ این در مورد خانم گلنوش خالقی دختر جناب استاد روح الله خالقی، تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون خارج از کشور درس خوندن، اونجا رهبر ارکستر هم اتفاقا خوندن، صرفا درس‌های دیگر موسیقی نبوده. تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون خارج از کشور ارکستری رو درست میکنن و اونجا کار استاد خالقی رو اجرا میکنن. در واقع ارکستر سمفونیک نبوده، ارکستر ایرانی بوده که موسیقی ایرانی یا موسیقی ملی ایران رو اجرا میکرده و قطعه خاطر انگیز ایران رو هم که خارج از کشور اجرا میکنن که برای همه خاطر انگیز بوده. تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون توی ایران لااقل ارکستر رو رهبری نکردن، تا اونجا که من اطلاع دارم، چون من فکر میکنم ایشون سال 85 6 اینا فوت میکنن و بیشتر هم خارج از کشور بودن. اما در مورد جایگاه خانم ها، چون بازم معمولا سوال میپیشه که آیا خانم میتونه رهبر ارکستر باشه یا نه، آره قطعا میتونن، چون یک توانایی های رهبری ارکستر میخواد که زن و مردش فرقی نمیکنه. اون دانشی که نیاز داره اتفاقا خانم‌ها خیلی خوب یاد میگیرن، خیلی خوب کار میکنن.
یک چیزی من خودم رهبری ارکستر رو بیشتر پیش استاد نادر مشایخی کار کردم واقعیتش. هم پیش کسان دیگه هم مثلا ورکشاپ مستر کلاس چیزی بود رفتم و توی دانشگاه این آقای شریف لطفی ایشون هم توی یک برهه‌ای بعد از انقلاب رهبر ارکستر رو داشتن، ارکستر سمفونیک تهران رو فکر می‌کنم ارکستر فیلارمونیک تهران رو ببخشید ایشون رهبری می‌کنن، شاید چند تا اجرا بیشتر نمی‌گذارن و خب باز مقطعی بوده و ایشون خارج از کشور درس خونده بودن، آلمان خونده بودن، رهبر ارکستر خونده بودن. ما یه ترم باشون دانشگاه رهبر ارکستر هم داشتیم، خیلی کلاس مفیدی بود، هرچند مختصر جمع و جور بود اما خیلی وقتا توصیه‌هاشون خیلی جالبه و تجربیاتشون. و ایشون میگفت که یکی از دلایل در واقع موفقیت آقای کارایان در ارکستر فیلارمونیک برلین مدیریت ایشون بود. یعنی که شما ببین توی رهبری ارکستر تکنیک و فن رو یاد میگیری، اینکه چطور دریجه کنی، چطور به کی اشاره کنی، کدوم خط مهمتره، باسا چجوری باید کار بکنن، هارمونیا چیه، رپرتوار رو بشناسی. بالاخره همه اینا با مطالعه و تحقیق و کار کردن به دست میاد. پیانو باید بزنی، پارتور نوازی باید بکنی و خیلی مسائل اینچنینی. اما واقعا مدیریت واقعا با کتاب خوندن و اینها به دست نمیاد. من فکر می‌کنم که خانم‌ها هم میتونن توی مدیریت ارکستر علاوه بر فن رهبری که به دست میارن، خیلی وقتا چون رهبران ارکستر زن خارج از کشور داریم که خیلی وقتا اجرای درخشانی دارن و خیلی خوب مطرح میشن و اتفاقا چون همیشه این مسئله بوده که آقایون رهبر ارکسترن، خانم‌ها وقتی میان روی صحنه سعی میکنن که خیلی بهتر کارشون رو انجام بدن، حتی بعضا چند لول بالاتر از آقایون. بله. و این دیده شده. بعد سلام، بسیار ممنون که مخاطب بن هستید. در راستای موضوع گفتگوی امروز در بخش نخست برنگاشت این برنامه میپردازم به این که ارکستر سمفونیک همواره در هر جامعه‌ای چرا باید بسیار جدی تلقی و باید بهش توجه و پرداخته بشه. دلیل اول، ارکسترهای سمفونیک میتونن سطح فرهنگی و هنری جامعه رو ارتقا بدن، چرا که موسیقی کلاسیک به عنوان یک فرم هنری پیچیده نیازمند دانش و درک عمیق‌تری از هارمونی، ریتم و ساختاره و شنودن موسیقی در این سطح سواد موسیقیایی مخاطبان رو افزایش میده. ارکستر سمفونیک فرصت آشنایی مستقیم شهروندان با آثار فاخر جهانی رو فراهم میکنه که این امر در رشد ذوق هنری و سلیقه عمومی و احتراز از ابتذال رسانه‌ای تاثیرگذاره. برنامه‌های منظم یک ارکستر به ایجاد یک زیست بوم فرهنگی پویا کمک میکنه و به جای سرگرمی‌های نازل مخاطب رو به سمت فعالیت‌های فکری و هنری اعلاتر سوق میده. دلیل دوم، ارکسترهای سمفونیک میتونن به تقویت هویت فرهنگی و ملی کمک کنن، چرا که با گنجوندن قطعات فولکلور محلی و موسیقی نواحی در رپرتوار خودشون موسیقی بومی هر منطقه رو به فرمی جهانی معرفی و به حفظ و ترویج اون کمک میکنن. این ارکسترها میتونن محل عرضه آثار جدیدی باشن که توسط آهنگسازان ایرانی و با الهام از فرهنگ بومی خلق میشن و به این ترتیب هویت موسیقیایی ملی رو تثبیت و تقویت میکنن. اجرای آثار آهنگسازان برجسته ایرانی حس افتخار ملی رو در مخاطبان تقویت و اونها رو با این حیطه از میراث فرهنگیشون آشناتر میکنه. دلیل سوم، تأسیس و برقرار نگه داشتن هر ارکستر سمفونیک شغل‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادی ایجاد میکنه، چرا که یک ارکستر به نوازندگان، رهبران ارکستر، آهنگسازان و مدیران هنری نیاز داره که همگی مشاغل تخصصی و پایدار محسوب میشن. مشاغل مرتبطی به وجود میان مثل تکنسین های صدا و نور، سازندگان و تعمیرکاران ساز، طراحان صحنه و لباس و کارمندان فروش بلیط. ساختمون اختصاصی ارکستر نیاز به مشاغل ساختمانی، تعمیرات و نگهداری و مدیریت داره که همه اینها به اقتصاد رونق میبخشه. این ارکسترها با فروش بلیط، ضبط آثار و برگزاری کلاس‌های آموزشی درآمدزایی و به گردش مالی و اقتصاد هنر کمک می‌کنند. دلیل چهارم،
وجود هر ارکستر سمفونیک و ساختمون اختصاصیش میتونه به عنوان یه جاذبه فرهنگی برای گردشگران داخلی و خارجی عمل کنه، چرا که گردشگران فرهنگی به دنبال تجربه‌های منحصر به فرد هنری هستند و یک کنسرت ارکستر سمفونیک همواره یکی از نابترین این تجربه‌ها محسوب میشه. شهرهایی که دارای زیرساخت‌های فرهنگی قوی مثل سالن‌های ارکستر هستند، در رقابت با سایر مقاصد گردشگری موفق‌تر عمل می‌کنند. برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی و منطقه‌ای موسیقی توسط این ارکسترها موجب جذب گردشگران خارجی و معرفی فرهنگ غنی مملکت به جهان میشه. دلیل پنجم، ارکسترهای سمفونیک میتونن محلی برای کشف و پرورش استعدادهای موسیقی جوان باشن، چرا که این ارکسترها به عنوان هدف و انگیزه برای نوازندگان جوان عمل میکنن تا با جدیت بیشتری تمرین کنن و مهارت‌هاشون رو ارتقا بدن. حضور نوازندگان حرفه‌ای در ارکستر فرصت آموزش و منتورینگ رو برای جوانها فراهم و انتقال تجربه از نسلی به نسل دیگر رو ممکن میکنه. با فراهم کردن فرصت اجراهای عمومی، اعتماد به نفس و مهارت‌های صحنه‌ای نوازندگان جوان افزایش پیدا میکنه و از مهاجرت استعدادهای موسیقی جلوگیری میشه. دلیل ششم، گوش دادن به ارکسترهای سمفونیک میتونه اثرات مثبتی بر سلامت روانی داشته باشه، چرا که پژوهش‌ها نشون میده که موسیقی کلاسیک میتونه ضربان قلب رو کاهش بده و هورمون‌های استرس مثل کورتیزول رو تنظیم کنه و در نتیجه به کاهش استرس و اضطراب کمک کنه. شرکت در اجراهای ارکسترال به عنوان یک تفریح اجتماعی میتونه حس تعلق به جامعه رو تقویت و از انزوا و افسردگی کم کنه. تجربه مشترک گوش دادن به موسیقی در این سطح حس همدلی و ارتباطات انسانی رو تقویت میکنه. دلیل هفتم، هر ارکستر سمفونیک میتونه هسته اصلی یه مدرسه موسیقی یا کنسرواتوار یا دانشکده موسیقی باشه، چرا که وجود نوازندگان و رهبران ارکستر به عنوان اساتید سطح آموزش موسیقی فاخر رو به شدت ارتقا میده. علاقمندان و دانشجویان موسیقی میتونن از نزدیک با عملکرد حرفه‌ای ارکستر آشنا بشن و از طریق تمرین و اجرا در کنار اعضای ارکستر کسب تجربه کنن. چنین نهادی میتونه به عنوان یک مرجع نهادی و آکادمیک برای پژوهش و اطلاع در زمینه موسیقی فاخر عمل کنه. دلیل هشتم، ارکسترهای سمفونیک میتونن به افزایش سواد موسیقیایی جامعه کمک کنن، چرا که برگزاری کنسرت‌های آموزشی، کارگاه‌ها و سخنرانی‌ها به مخاطبان کمک میکنه تا با تاریخ، فرم‌ها و محتوای غنی موسیقی کلاسیک آشنا بشن. این آموزش‌ها درک عمیق‌تری از ارزش‌های زیبایی شناختی هنری ایجاد و مخاطبان رو توانمند می‌کنن تا در تغذیه فرهنگیشون تراز سلیقه‌شون ارتقا پیدا کنه و سره فرهنگی رو از ناسرش تشخیص بدن و این افزایش سواد موسیقیایی منجر به افزایش استقبال از هنرهای فاخر دیگه هم خواهد شد. دلیل نهم، برگزاری منظم برنامه‌ها در سطح ارکسترهای سمفونیک به ایجاد نشاط و سرزندگی جامعه کمک میکنه، چرا که این اجراهای موسیقی به عنوان رویدادهای فرهنگی فاخر فضایی برای آرامش و دور شدن از استرس‌های روزمره زندگی فراهم میکنن. حضور در یک جمع متشخص در یک سالن گرانپایه حس مثبت و انرژی جمعی ایجاد میکنه و روحیه اجتماعی رو بالا میبره. این اجراها به عنوان یک نقطه تجمع فرهنگی عمل میکنن و به مردم فرصت میدن تا با سطح متعالی هنر ارتباط برقرار کنن. دلیل دهم، احداث یک ساختمون اختصاصی برای ارکستر به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی کمک میکنه، چرا که از این ساختمون میشه به عنوان یک مرکز چند منظوره برای رویدادهای هنری، فستیوال‌ها و نمایشگاه‌ها استفاده کرد. وجود یک سالن استاندارد برای اجراهای موسیقی در این سطح به ارتقای کیفیت آکوستیک و بصری اجراها منجر میشه و تجربه بهتری رو برای مخاطبان به ارمغان میاره.
این پروژه ها به عنوان یک نماد فرهنگی و یک نقطه عطف شهری و منطقه‌ای به زیبایی و اعتبار محل جانماییشون اضافه میکنن. دلیل 11: وجود یک نهاد فرهنگی معتبر مثل ارکستر سمفونیک میتونه سرمایه گذاران خصوصی رو جذب کنه، چرا که شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی اغلب به دنبال فرصت‌هایی برای ایفای مسئولیت اجتماعی و حمایت از فرهنگ هستند و حمایت مالی از یک ارکستر سمفونیک اعتبار اجتماعی اونها رو افزایش میده. اسپانسرشیپ های فرهنگی فرصت های تبلیغاتی موثری رو برای شرکت ها فراهم خواهند کرد. دلیل 12: اجرای آثار آهنگسازان جهانی توسط ارکسترها پلی ارتباطی با فرهنگ های دیگه ایجاد میکنه، چرا که موسیقی کلاسیک یک زبان جهانیه که میتونه بدون نیاز به ترجمه احساسات و اندیشه ها رو منتقل کنه. اجرای آثار آهنگسازان مختلف از کشورهای گوناگون بینش مردم رو ارتقا و اونها رو با تاریخ و فرهنگ دیگر ملل آشناتر میکنه. دعوت از رهبران ارکستر و نوازندگان خارجی برای همکاری تبادل فرهنگی رو تقویت میکنه و روابط بین المللی رو گسترش میده. دلیل 13: ارکسترهای سمفونیک میتونن با ارائه یک جایگزین فرهنگی و هنری سالم به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کنند، چرا که فعالیت‌های فرهنگی هنری فرصت‌های سازنده و معنادار برای گذراندن اوقات فراغت اعضای خانواده فراهم میاره. علاقه‌مندی به موسیقی و شرکت در گروه‌های هنری از گرایش به فعالیت‌های مخرب مثل اعتیاد یا بزهکاری جلوگیری می‌کنه و موسیقی درمانی میتونه به عنوان یک ابزار مؤثر برای درمان و توانبخشی افراد درگیر با مشکلات روانی و اجتماعی استفاده بشه. چه چیزهایی رو یک رهبر ارکستر اساساً باید بدونه و بعد از اون نقش یک رهبر ارکستر در رهبری کردن و هدایت کردن ارکستر چیه؟ یعنی این سوالیه که معمولاً برای مردم مطرحه که این آقایی که اینجا جلو ایستاده و چوب دستی شده از منم میپرسن بله. اگه نباشی چی میشه مثلا؟ نمیتونن خودشون بزنن. خودتون که نوت جلوشونه که خوب میزنن که چرا تو برای چی وایسادی اونجا؟ یا رهبر اساساً چی کار میکنه؟ من توضیحاتی میدم شاید برای کسانی که علاقه‌مند به بحث رهبری ارکستر باشه جالب باشه یا مفید باشه. قطعا بین دوستانی که اینجا حضور دارن موزیسین‌های زیادی هستن و شاید دوستانی هم باشن که صرفا علاقه‌مند بودن که اینجا تشریف بیارن. یک نفر برای که رهبری ارکستر بدونه، من فکر میکنم که من اینجور میگم باید همه چیز تو موسیقی بلد باشه. یعنی هر چیزی که تو موسیقی وجود داره، تئوری، سولفژ، هارمونی، کنترپوان، فرم، ارکستراسیون، آهنگسازی، سازشناسی که به ارکستراسیون مربوط میشه، البته تاریخ موسیقی، سولفژ که درس عملیشه، پیانو. یعنی شما هر چیزی که توی موسیقی شما میبینی وجود داره تو هر رشته‌ای، موزیکولوژی، موسیقی شناسی، باید همه اینا رو بلد باشه که بتونه با درک و شناخت بهتر و با تکنیک بهتری رهبری کنه. شما نمیتونی پیانو نزنی ولی بخوای رهبری ارکستر بکنی. ببین من تا حالا خودم واقعیتش لااقل توی رهبران شاخص من لااقل ندیدم. البته چیز نکردم، یعنی سرچ نکردم که آیا پیانو مینواخته یا نه، اما چون توی واحدهای دانشگاهیشون یا کنسرواتوارشون پیانو هست، حتما پیانو زده. اونم نه به پیانو ساده‌ای که من میزنم، خیلی سخته. و وقتی که آخه یه واقعیتیه که شما وقتی جلو ارکستر سمفونیک وای میسی مدام با چند صدایی‌ها کار داریم. ما داریم موسیقی کلاسیک اجرا می‌کنیم و اصولا مونوفونیک نیست و خود تو تنها سازی که میتونیم این چند صدایی رو بشنویم روی پیانو هست. عموما همشون که نگاه میکنه، آقای برنشتاین که اصلا خوش پیانیست هم بود، آقای برنبویم که اصلا هنوز پیانو کنسرتو رو سن اجرا میکنه با ارکستر. پس اولین چیزی که اگه دوستان اینجا هستن و علاقه‌مند هستن رهبری ارکستر کار بکنن، حتما پیانو بزنن، حتما باید هارمونی بلد باشن، باید هارمونی پراتیک بلد باشن، نه هارمونی رو کاغذ. من تو دانشگاه خودم درس هارمونی پراتیک دارم و واقعا مدام بهش میگم که بچه‌ها من خودم هارمونی اول رو کاغذ یاد گرفتم ولی دیدم که رو کاغذ خیلی به دردم نمیخوره. باید حتما پشت پیانو آکوردا رو بزنن.
چون وقتی شما پارتور جلوتونه، لااقل ما تا اوایل قرن 20 میگیم، حالا با موسیقی معاصر خیلی در ما کار نداریم، مدام شما با هارمونی سر کار داری موزارت میذاری، مدام هم اول 1 4 5 1 4 5 کادانس نیمه، کادانس پایانی، یک مدگردی میکنه به پنجم فوقانی فلان. همه اینها شما با رو پیانو بتونی بزنی و بشنوی. این وگرنه توی ارکستر خیلی همه چی سخت میگذره. بعضی نوازنده اشتباه میزنن، بعضیا شیطنت میکنن. ما بارها دیدیم که تو ارکستر سمفونیک تهران چون همیشه حاشیه زیاد داره، این که می‌خواستن یه رهبری رو مثلا سربسرش بذارن یا اذیتش بکنن، مثلا نوازنده ترومبون فوت میکنه ولی نمیزنه، میخواد ببینه که رهبر میفهمه یا نه. و باز از خاطرات آقای رهبری بخوام بهتون بگم، تو امتحانی که ایشون فکر می‌کنم 2 بار یا 3 بار ایشون مقام اول در رهبری ارکستر آوردن و امتحانشون یکی از امتحاناتشون اینه که شما جلو ارکستر وای میسید و بعد میگن ارکستر 8 تا خطا داره و تو باید 8 تا رو بگی. و خیلی جالبه که طبق صحبت که من شنیدم از خودشون شاید بودی از دوستانشون بود، ایشون هر 8 تا خطا رو متوجه میشه. و خب این یعنی که ایشون و خودش هم من ایشون یه ورکشاپی گذاشت، در واقع یک کارگاه رهبری گذاشتن، آنلاین بود البته، فکر کنم 5 6 ساعت 3 تا 2 ساعت برای ما کلاس رهبری ارکستر گذاشتن آنلاین و توی اون کلاس خیلی توضیحات جالبی دادن و مدام میگفتن که بچه‌ها پیانو بزنید، پس باید پیانو بلد باشه، هارمونی بلد باشه، کنتربان بلد باشه، باید سازشناسی بلد باشه. به خاطری که خیلی هم مسئله مهمه که شما آیا دارین با ارکستر حرفه‌ای کار میکنید یا با ارکستر آماتور کار میکنید. وقتی ارکستر آماتور داری کار میکنی اصلا داستان یه جور دیگریه. یعنی تو باید از ساده‌ترین مسائل، ابتدایی ترین مسائل کار کنی و صحبت کنی و بهشون یاد بدی تا مسائل خیلی پیچیده موزیکال در واقع. اما وقتی که ارکستر حرفه‌ای میشه، من نمیگم که تجربه ارکستر حرفه‌ای داشتم، ولی با ارکستر سمفونیک فارس کار کردیم چون روند رو به رشدی داشت. خب با روز اولش خیلی فرق کرد دیگه. بله. میتونم بگم تجربیات داشتم، یعنی با ارکستری که اولش خب سطحش پایین‌تر بود، آماتور بوده و بعد کار کرده و حالا بهتر شده، همه اینا رو من تجربه کردم. وقتی ببین نوازنده میگه اصلا این نوت فا رو من ندارم و خب تا ارکستراسیون خونده باش بلد باشی، میگه نه با تو اون نوت سی بمول اون سی بالایی رو داری، چرا میگی فا ندارم؟ پس این از ضعف توئه که با معلمت صحبت کن و مشکل رو حل کنیم. پس ما باید ارکستراسیون هم خوب بدونیم، سازا رو خوب بشناسیم. خیلی وقتا رهبران ارکستر آهنگسازان خوبی میشن چون ارکستر خوب میشناسن. آقای رهبری خیلی خوب آهنگسازی میکنن، مالر که دیگه نیاز به گفتن نداره، ایشون رهبر ارکستر بوده و آهنگساز بوده. سولفژ باید حتما بچه‌ها بلد باشن، خیلی جدی. من یکی از ضعفایی که خودم هنوز حس میکنم و میگم اگر یک کمی سرم خلوت بشه حتما سولفژ کار میکنم. یعنی هر از گاهی که وقت پیدا میکنم سولفژ کار میکنم. کتاب سای سینگینگ یک بخشی داره سینگ اند پلی. بچه‌ها این سینگ اند پلی یا خیلی خیلی مهمه، چون هم به تو هارمونی یاد میده، هم یک کمی آهنگسازی یاد میده، هم گوشت رو پرورش میده که تو آکورد مثلا فالادو رو بزنی یا فالا رو بزنی، دو روش بخونی یا مثلا این چنینی. چون ما توی ارکستر سمفونیک، ارکستر مجلسی، اصلا موسیقی چند صدایی، کوارتت، کوینتت، حتی دوئت، ما مدام با این داستان سر و کار داریم و تو اگه اینا رو مدام نشنیده باشی، ببین یه سری چیزای اشتباه جا میفته. میگن نه آقا نیازی نیست، تو برو خوب موسیقی گوش کن. ببین رهبر ارکستر باید اون رپرتوار درست به ارکستر معرفی بکنه و یعنی با توانایی ارکستر رو بسنجه، رپرتواری که مناسبش باشه. بعضی وقتا این رپرتوار صرفا برای اجراه، بعضی وقتا رپرتوار برای ارتقاء سطح ارکستره. یعنی تو می‌بینی که مثلا ذهیات تو این مورد مشکل دارن، باید دیگه حتما از موزارت یه چیزی حتما ذهیات بزنن که جون بگیرن. می‌بینی که بادیا مشکل دارن، باید برنجا رو جدا کار کنی حتما که آکورداشون در بیاد. یکی از مشکلاتی که ما داریم و الان یه خورده بهتر شده اینه که تو بخش برنجی آکوردامون سخت کوک میشه و بچه‌ها معمولا 20 دقیقه نیم ساعت قبلش، البته همه جای دنیا اینجوره، تو سمفونیک تهران هم همینجوره که بادی برنجا باز زودتر بیان برن لباشونو گرم بکنن، این آکوردا رو کوک کنن با هم و یعنی پنجما اصلا کوک نمیشن با هم دیگه، سوما معمولا زیاد میگیرن. حالا یه سری مسائل این چنینی و اینا همش لازمه که آره داشتم اینو میگفتم که رهبر ارکستر باید تاریخ موسیقی بدونه، رپرتوار رو بشناسه و بعد با سبک‌ها رو بشناسه. ببین ما وقتی با ذهیا کار میکنیم، اون آرشه که ذهیامون دارن توی موزارت میزنن با آرشه که دارن تو مندلسون میزنن خیلی فرق میکنه. حالا اینکه تو چطور میخوای اینو به ارکستر نشون بدی، یاد بدی، کار بکنی، خب خیلی داستان مفصلی داره. پس باید تاریخ موسیقی بدونه، رپرتوار بشناسه، سبک‌ها رو بشناسه و حتما اگر که نوازنده ارکستر باشه که خوش به حالش، خیلی اتفاق خوبیه که رهبر ارکستر نوازنده بوده یک زمانی
اگر نه باید مدام تو ارکستر حضور داشته باشه و این صداها رو بشناسه وقتی که رهبر داره کار میکنه، بدون که رهبر رو چی کار میکنه. خیلیه من دارم کمی سریع‌تر میگم شاید لازم باشه. و باز ما همه این فن و فنونا رو یاد میگیریم با فرض یاد گرفتیم، با فرضی که مثلا من رفتم همینا رو یاد گرفتم. بعد یک واقعیتی که وجود داره ببین ما با میام تو ارکستر با یه سری آدم سر و کاریم. من همیشه میگم که اینا ببین ربات نیست که مثلا تو پی رو بزن پلی کنه، مثلا سیبلیوس نیست که پاوزو بزن مثلا استاپ کنه. ببین همون لحظه اولی که میای روی جلو اینا وای میسی، اینا دارن از تو مدام انرژی میگیرن یا انرژی میدن بهت. و این که این تعامله دیگه تو ارکستر چجوری پیش میره خیلی خیلی مسئله مهمیه که برمیگرده به همون حرف آقای شریف لطفی که میگفت بچه‌ها شما همه تکنیک‌ها و فن‌ها رو یاد میگیرید، بعد مدیریت تو ارکستر مهمه. ببین ما وقت میگیم مدیریت ارکستر منظورم این نیست که مثلا میگن فلانی مثلا خیلی جذبه داره. این جذبه واقعیتش اینه که صادقانه بگم به مثلا جست گرفتن نیست، به قیافه گرفتن نیست، به داد سر نوازنده زدن نیست. من سالات تو ارکستر ساز زدم و سالات تو ارکستر رهبری کردم. هر وقت که جو ارکستر متشنج میشه و رهبر ارکستر داد و هوار میکنه، ارکستر بدتر میزنه. همیشه اینجور. اصلا ما داریم موسیقی کار میکنیم. ما مثلا مسابقه که نیست که بگیم مثلا دادی میزنم سرش مثلا با زور بیشتری حریفو میزنه. الان نوازنده میخواد یک آرشی پیانیسیمو بزنه و بعد با ویبراتورشو کنترل بکنه. خود تو وقت داد زدی سرش، این پیانیسیمو که پیانیسیمو نمیشه، هزار صدای اضافی اون وسط میده. این نوازنده بادی میخواد فوت کنه و این سازه رو یک کرشندو دکرشندوی انجام بده. تو وقت داد زدی سرش اصلا این نفسه نمیتونه اصلا نفسه حبس میشه، اصلا بیرون نمیاد که بخواد کنترل. و من اینو واقعا دیدم. حالا من اینو میخوام بهتون بگم که پس وقتی ما میگیم مدیریت، منظورمون این داستانه اینجوری نیست. مدیریت یعنی که تو تسلط کامل روی رپرتوار، رو پارتور داشته باشی و بدون کار درست انجام بدی. ببین تو وقت اشاره درستی به اون نوازنده میکنی، اون اول که سر وقت میزنه، بعد با اعتماد به نفس میزنه. اما وقتی اشاره بهش نمیکنی، بار اول ممکنه نزنه و بار دوم میزنه، اون موقع تو دیگه براش مهم نیستی. خیلی بده که تو ارکستر اتفاق بیفته که برای نوازنده رهبر مهم نباشه. میگم که دارم میزنم، میگم که اصلا حواس معلومش کجاست، داره بشه اصلا نمیشه من چی میزنم. پس وقتی ما میگیم مدیریت یا میگن جذبه یا هر چیزی، واقعیت اینه که برمیگرده به دانش و توانایی اون رهبر تو ارتباطش با نوازنده ها و توی اینکه بتونه پارتور رو خوب آنالیز بکنه، بتونه داستان موسیقی رو بگه، بتونه بخشا رو تفکیک بکنه. من اتفاقا همینجا یه سوالی از حضورتون دارم راجع به ارتباط رهبر و نوازنده. یک رهبر ارکستری هست که اصالتا ژاپنیه به نام اوزاوا. ایشون یک موقعیت جالبی رو در زندگیش تجربه میکنه که هم در مکتب آمریکایی پیش برنشتاین شاگردی میکنه و هم در مکتب آلمانی پیش کارایان. بعد توی خاطراتش میگه که برنشتاین با یه روحیه آمریکایی با نوازنده ها تعامل میکرد و یه وقتایی حتی نظرشون رو میپرسید که برای اوزاوا خیلی عجیبه که چطور. بعد از اون ور میگه که در مورد کارایان میگه که کارایان یه صدا تو ذهنش بود همونو میخواست و اونو میخواست از ارکستر و ارکستر باید انقدر میزد که برسه به صدای کارایان. و خب این البته میشه یک مقایسه تطبیقی فرهنگ آمریکایی و فرهنگ آلمانی رو کرد که چطور تو این جامعه توی این فرهنگ مثلا برنشتاین به جمع فکر میکنه اما کارایان مخصوصا حالا تو اون دوره‌ای که کارایان زندگی میکرده یک انگار یک سلطه رهبر بر دیگران وجود داره. سوالم راجع به شخص شماست. شما رابطتون با نوازنده ها بر اساس اقتدار یا تعامل؟ فکر میکنم که از خودشون باید بپرسید. دقت کنین که نوازنده ها نشستن. آره من فکر میکنم که نه اصلا دوست دارم روکرد خودم رو بدونم. ببین داستان اینه که من چون خودم سالها نوازنده ویولون بودم و تو ارکستر ساز زدم، من هم ویولون زدم هم آلتو زدم و هنوزم مثلا ما آقای صحبایی رو به عنوان رهبر میهمان آوردیم، من خودم کنار بچه‌ها آلتو زدم. بله من تو اجرای مشترک با تاجیکستان داشتیم، اونا خودشون رهبر داشتن، یه قطعه گفتم من رهبری کردم ولی باز کنار بچه‌ها ساز زدم. این داستان ارکستر تو ایران خب خیلی متفاوته و خیلی مسائل خودش رو داره. من داستان تهران رو که بهتون گفتم، بالاخره با اینکه بودجه دولتی پشتش هست و بالاخره اسمش ارکستر سمفونیک تهران و بیشتر از 80 سال سابقه داره،
خب مسائل زیادی داره. من واقعا سعی کردم و دوست داشتم که تو ارکستر سمفونیک فارس اتفاق کمتر بیفته. جلوشو نمیشه گرفت ولی میشه کمترش کرد. من با بچه‌ها تعامل دارم، ازشون نظر میپرسم. شورای فنی ارکستر داریم، شورای مدیریتی ارکستر داریم. خیلی مسائل باهاشون مطرح میکنم و باهاشون تعامل دارم، باهاشون رابطه دوستانه خوبی دارم، به خاطر که خیلی کار میکنن، خیلی زحمت میکشن. بچه‌های خیلی صاف و صادقی هستن، نوازندگان بسیار خوبی هستن، هم گروه کورمون، هم نوازنده هامون، هم بخش بادی، هم بخش ذهی. ببین اینکه شما هر جمعه صبح بالاخره خانواده رو رها کنی بیای سر تمرین از ساعت 8:30 تا ساعت 1 و 2 بعد از ظهر هر هفته. ما دوران کرونا تمریناتمون تعطیل نمیشد، سکشنال بود، با ماسک بود. توی مسائل 1401 که همه بالاخره تقریبا فعالیت ها کم شده بود، ما تمریناتمون کنسل نشد و همش به خاطر این بوده که بچه‌ها علاقه‌مندن و دوست دارن. به همین خاطر برای من خیلی محترم و ارزشمندن. ضمن اینکه به هر حال من ابراهیم بزرافکن هستم و نه کارایانم نه برنشتاین، نه حقوق آنچنانی به من میدن، نه حقوق آنچنانی به نوازنده ها میدن. بله. یک تجربه های کوچکی البته در حضور شما، من یک تجربه های کوچکی که از سرپرستی ارکسترها خودم داشتم، اسمشو نمیذارم رهبری، سرپرستی گروه ها، من متوجه شدم که ما داریم تمرین میکنیم، ریتممون صحیحه، صدادهیمون صحیحه، همه مسائل موسیقیمون حل شد، اما هنوز ارکسترمون اونطوری که دلم میخواد صدا نمیده و خیلی بهش فکر کردم. بعد از یه مدت متوجه شدم که هارمونی علاوه بر اینکه یک دانشه،
یک نگاه فرهنگی، یک نگاه فلسفی و حتی میشه گفت یک نگاه سیاسی که شاید یک کشور بهش رسیده باشه یا نرسیده باشه. هارمونی به چه معناست در یک جمله، یک کلمه ساده‌ای که حالا بتونه بحثمون رو پیش ببره؟ اساساً چند صدایی. حالا ما ارکسترهایی رو تشکیل دادیم که اعضای اون ارکستر و حتی خود اون رهبر ارکستر و حتی خود اون سرپرست ارکستر از کودکی در یک جامعه تک صدایی به دنیا اومده و رشد کرده و بزرگ شده. یعنی تو خونه حرف پدر بوده، در مدرسه گفتن پسر جان دختر جان صحبت نکن، همون که ناظمت میگه، و این برای هزاره ها در نظام سیاسی ما هم این تک صدایی رخ داده که خب سال هاست که در علوم سیاسی و علوم اجتماعی ما داریم فکر میکنیم که چطور به چند صدایی برسیم و خیلی الگوها رو هم امتحان کردیم که حالا بهش برسیم نرسیم به چه صورت. و بعد بزرگترین مشکلی که شاید یک رهبر باهاش مواجه میشه بعد از همه اتفاقات تکنیکال موسیقی اینه که من چطور میتونم چند صدایی فکر کنم و از نوازندگانی که در یک فرهنگ تک صدایی برای نه 1 سال و 2 سال بلکه هزاره ها در تک صدایی زندگی کردن بخوام که چند صدا باشید، بخوام که فلانی تو الان یه مقداری صدای سازتو بیار پایین‌تر، از خودت بگذر، از منیتت بگذر و بذار بغل دستیت زیباتر دیده بشه. یه موقع‌های شما مثلا حمایت میکنی یک صدایی رو، من مثلا چلیست، من ویولونیست حمایت میکنم که لاین بادی دیده بشه. آیا این فرهنگ در من هست؟ بعد یه خاطرات خنده‌داری هم این وسطا پیش میاد. بعضی وقتا ارکستر داره خوب صدا میده، بعد که میاد رو صحنه اون هیجان اجرایی که بذار من خوب دیده بشم دوباره کارو خراب میکنه. و این باز باید توضیح بدی که ما در جمع خوب شنیده میشیم و بعضی وقتا آدم بین اقتدار و تعامل میمونه. یعنی بعضی وقتا حس میکنه که باید اینی که من میگم بزنید. این مسئله رو شما چه شکلی حل میکنید؟ برای ارکستر سمفونیکتون آیا راهکارهایی داشتین که به لحاظ فرهنگی ذهن نوازنده به سمت چند صدایی بره؟ آره، حالا صحبتی که شما میکنید خب بازم خیلی مفصله، چون هم بحث چند صداییه که اونجا گفتین، هم بحث شنیده شدن یا شنیده نشدن یا اینکه بخواد نوازنده خودشو بخواد نشون بده. توی ارکستر سمفونیک این پرصداترین ساز ترومبونه. یعنی ترومبون تو دانشگاه هنر یک روز یک فورتیسیموی زده بود استاد و شیشه ریخته بود، شیشه اتاق، شیشه کلاسه. حالا ما با این ترومبون رو کنترلش کنیم. توی سالن اینجوری الان ما امشب اجرا داریم و من واقعا امیدوارم صدای خوبی از ارکستر در بیاد، چون که اجرامون هم بالاخره داستان خودش رو داره. محیط عوض میشه، صدا عوض میشن، بله. شنیدار بچه‌ها عوض میشه، آکوستیک متفاوت میشه و اینا. خیلی وقتا به هر حال به تعادل رسوندن ارکستر کار رهبره، چون توی سالن‌های مختلف صدای مختلف میده. یکی از مشکلات ما که الان میتونم بهش اشاره بکنم اینه که سالن تمرین ما با سالن اجرامون متفاوته و این خود شروع داستانه دیگه. ما بارها تمریناتمون خیلی خوب پیش رفته، میریم تالار حافظ میشینیم میبینیم که ای با هیچی نمیشنویم. این بچه‌ها مدام میگن آقا من نمیشنوم. این اتفاق امروز هم افتاد ولی اینجا کمتر. پس یک داستان اینه، یعنی شما تو تمرین لااقل من کل چیزا رو درست میکنی، اینجا ترومبون کمتر، ترومپت بیشتر، ترومپت هم کمتر، خور بیشتر مثلا، بعد فلوت خوره بیشتر، بعد میری توی سالن میبینی که اصلا یه جور دیگه هست، صداها رو یه جور دیگه میشنوی و بچه‌ها وقتی بچه‌ها یک جور دیگری تو سالن اجرا بشنون خب یه جور دیگری ساز میزنن و اون موقع است که تو باید مدیریت کنی. پس کلا به تعادل رسوندن صدا توی نوانس‌ها یکی از کار اساسی رهبر ارکستره که باید بتونه این کار انجام بده. تعداد زهیا چند تا باشن، بادیا چند تا باشن، مسیا چند تا باشن و مسائل این چنینی. اما پس شاید بخوام کلی جواب بدم، باید رهبر ارکستر اینو با توضیحاتی که میده و چیزایی که از بچه‌ها میخواد اینو به یک تعادلی برسونه. اما بحث فرهنگی که شما میگین خب این بحث ریشه داریه، اما واقعا لااقل تجربیاتی که من داشتم هیچ وقت ارکستر سمفونیک فارس به این مشکل بر نخوردم که یک نوازنده بخواد خودشو بیشتر نشون بده یا صداش بیشتر بیاد و هر وقت که ما ازش خواستیم که کمتر بزنه، پیانیسیمو بزنه، این کار انجام داده. یعنی خوشبختانه اینجوری بود. چه خوب. بسیار میگم بچه‌های خیلی خوبی هستن. حتما از مدیریت شایسته شماست. من تا راجع به تکنیک های رهبری داریم صحبت میکنیم، چون حالا سوالای بعدیم توی یک سبک و سیاق دیگری است. اینو هم بپرسم از شما، وقتی که داشتم برای این جلسه آماده میشدم
یک خاطره رو خوندم از خانم کریستا لودویگ، خواننده سوپرانو. ایشون قطعه آواهای زمینی اثر مالر رو اجرا میکنن و توی خاطراتشون میگن که من این قطعه رو با رهبری شولتی، با رهبری کلمپرر، با رهبری کارایان اجرا کردم و همه هم صحیح و درست، اما فقط با رهبری برنشتاینه که میشه اشک ریخت. خیلی جمله عجیبیه و یک هفته هست که منو درگیر کرده که چه عنصری وجود داره که رهبر میتونه یه قطعه رو صحیح بزنه و چه راز شگفت‌انگیزیه که ما رو میبره تو ژرفای احساسی قطعی. البته که خب میدونم یه مقداری شاید این پرسه سخت باشه و چون اساساً با راز هنری اینجا مواجه هستیم، اما دوست دارم نظر شما رو بدونم که چطور میشه به یک ژرفای عمیقی در قطعه رسید. آره، من اگه در مورد خودم بخوام بگم، ببین یک واقعیتی که وجود داره، من خودم شخصا بیشتر درگیر تکنیک هستم توی رهبری ارکستر. تکنیک منظورم هر چیزی، ریتم، کوک، نوانس ها و مقداری موزیکالته. خیلی وقتا واقعا اونجور که میخوام به موزیکالته که میخوام نمیرسم. حالا از همه اینا که بگذاریم، وقتی خب ببخشید صحبتتون قطع کنم، آیا این به توان ارکستر شما ربط داره یا اصلا رویکرد شماست؟ نه، به همه چیز ربط داره. من گفتم که وقتی ما تو ارکستر وای میسیم، یک جامعه انسانی هستیم که میخوام یک کاری انجام بدیم. به همه این چیزا ربط داره، توانایی بچه‌ها و توانایی من. بله. ببین خیلی وقتا من شاید مثلا باید این کارا رو زودتر انجام میدادم که تکنیک ارکستر آماده بشه، که مثلا 2 هفته مونده به کنسرت یا 4 تا تمرین مونده به کنسرت روی موزیکالتش کار بکنم یا اون مسئله که شما میگین کار بکنم. این من اول میذارم به حساب خودم که هنوز توی ارکسترم نتونستم به اون توانایی برسم خود من شخصا که این کارو باهاشون انجام بدم. بله. چون یک واقعیتی که هست، بچه‌ها هر جور که بگی میزنن. حالا بله. اوکی توانایی‌هاشون متفاوته، کمتر، بهتر، ضعیف‌تر، ولی این واقعیتی که اصلا یه چیز دیگه بگم، ببین هر اتفاقی که تو ارکستر میفته یادمون باشه که مسئولش رهبر ارکستر. ببین من خودم اوایل، ببین واقعیت اینه که من فقط فیلم‌های سال 98 ارکستر سمفونیک فارس رو نگاه می‌کنم، یه صداها رو می‌بینم، خیلی ناکوشه بابا. و اون موقع من همش به نوازنده میگفتم تو بدی، تو کمی، تو زیاد میگیره. ولی یه واقعیت وجود داره که رهبر ارکستر به عنوان مدیر هنری ارکستر از نوازنده تست میگیره و اینو فرا میخونه میاد تو ارکستر، بس مسئولیتش هم به خودشه. اگه نوازنده بد میزنه، ناکوک میزنه یا هر چیز دیگری، مسئولش خود رهبر ارکستر. میتونست نیارتش، میتونست تست بیشتر ازش بگیره، میتونست کار بیشتری ازش بخواد، میتونست خیلی خیلی چیزای دیگه که اتفاق نیفته. پس این که شما میفرمایید در مورد من با ارکستر سمفونیک فارس، من باز میزنم به حساب خودم که من خوب نتونستم این کارو درست هنوز انجام بدم. اما در مورد برنشتاین چطور؟ اما در مورد اول که برنشتاین و افراد دیگری که شما اسم بردین، اینا اول که خودشون انسان‌های بزرگی هستن و خب ارکستر هم ارکستریه که ببین از تکنیک و این داستانا گذشته دیگه. یعنی اونجا وقت برنشتاین با مثل رهبری میکنه، فقط داره در مورد اول خب برنشتاین به قول خودتون گفتین آمریکایی، یک آدمی که اصلا اصولا شورحال اجرا برای خیلی مهمتره. داستان برای نوازنده تعریف میکنه، برای تصویر سازی میکنه که اینجور باشه و خودش هم آدم ادیبی و اهل ادبیات و اهل شعر و اینها بوده و خب همه این روحیات میتونه باعث بشه که اتفاق بهتر اونجا بیفته. ببین در مورد برنشتاین، سمفونی 5 مالر موومان 3 یا 4 اگه اشتباه نکنم یه آداجیتو خیلی معروف داره. بله. ببین تو کتابا اینجور میگن خود زمان مالر تقریبا 7 دقیقه یا 8 دقیقه اجرا شده، اما اجرای برنشتاین تقریبا 12 دقیقه است. هر جور حساب میکنی تقریبا 2 برابر. من نمیدونم چه اتفاق افتاده، حالا آقای مالر تند اجرا کرده من نمیدونم یا برنشتاین خیلی آهسته. و خب این پس این یه چیز خیلی به ما نشون میده که آقای برنشتاین یک جور دیگری موسیقی رو میبینه، میشنوه، حس میکنه و اونو و مسئلهش اینه که تو چطور اینو به ارکستر انتقال بدی. این ارتباط، این انتقاله، این که تو آیا با توضیح و تعریف باشه، آیا با تمجید از نوازنده باشه، آیا با قصه گفتن باشه، آیا با فریاد کشیدن باشه، اینا ما با ببینیم که با کدام اتفاق میفته. ولی برنشتاین این هنر رو داشته که اون شعور و حال درونیش رو بیاره تو این اثر و خانم درست گفتن که قطعا تاثیرگذارتر بوده. بعضی وقتا هم من چون خودم نوازنده هستم و تو ارکستر ساز زدم، بعضی وقتا این رهبر پشت به جمعیت، خب جمعیت نمیدونه که رهبر الان واقعا داره چه کار میکنه. برای خودم به عنوان رهبر پیش اومده که بعضی وقتا واقعا میمیک خوبی نداشتم،
اشارات خوبی نکردم و ارکستر خوب نزده. بله. بارا پیش اومد تو تمریناتم، بعض وقتا امتحان کردم، رفتم همینجور عادی جلو ارکستر وایسادم، دستام تکون دادم، بچه‌ها زدن. بعد بار دوم میگم براش داستان چیزا گفتم، قطعه رو گفتم فلان بخش اینجور باشه. بعد یکمی با حرکات بزرگتر، یکم با اگزاجره، یکم با اشارات بهتر، با هیجان دادن و روحیه دادن، ببینید که چقدر نوازنده بهتر میزنه. حالا این کار ساده‌ای که من یکم تونستم انجام بدم، ببینشتن بعد از سالها رهبری تو اون کلاس رهبریش خب خیلی بهتر دیگه انجام میده. البته بازم یک رازهایی هست به قول شما که ما نمیدونیم. بله، اتفاقا یکی از چالش‌هایی که این روزها در قرن 21 وجود داره اینه که انقدر همونطور که شما فرمودین ارکسترهای در سطح بالا پیشرفت‌های تکنیکال کردن که الان سوال اینه که وظایف رهبر چیه؟ یعنی انگار که دیگه وظیفه رهبر از سطح تکنیک گذشته. آره، یعنی که ما تمرین ریتم کنیم، تمرین حل شدن هارمونی ها گذشته و انگار یک ایده های فلسفی، یک خلاقیت های درونی بحث کار. من میخوام خواهش کنم ازتون، شما قدم بزرگی که برای استان فارس برداشتید اینه که ارکستر سمفونیک فارس رو تشکیل دادید و بنیانگذار بودید. خواهش میکنم راجع به ارکستر سمفونیک فارس و نحوه شکل‌گیریش برای ما توضیح بدین. من یک عقیده دارم در مورد شیراز و استان فارس، این که حالا همیشه به دوستان میگم، به نظر من شیراز زیباترین شهر دنیاه، پر رمز و راست‌ترین شهر دنیاه. این که میگن شهر راز واقعا اینه. ببین ما خیلی ساده دو کور تاکسی میریم چهار حافظی و برمیگردیم، ولی همه دنیا از خداشونه که هفته حافظ لاغر. شگفت انگیز. آره شگفت انگیزه واقعا. بالاخره تخت جمشید، پرسپولیس اون طرف، سعدی این طرف، یا خیلی مسائل دیگری که قطعا من دانشم اونقدر نیست. ببین حالا که شیراز واقعا، یعنی پس من میگم که هر چی کار برایش، من خودم نمیدونم دوستان میدونن مثلا اهل زرقان هستم، مثلا خونم الان زرقانه، شیراز نیست، ولی من میگم هر چی کار همه ایران نه شیرازی یا زرقانی ها، همه ایران برای شیراز بکنن برای ایران خوبه. بله. من اینجور فکر میکنم. بس این یکی مسئله احساسیش. مسئله دیگر این که سطح موسیقی فارس و شیراز توی چند سال اخیر واقعا به طرز شگفت انگیزی عوض شده. ببین اصلا یه جور دیگر شده. یعنی زمانی که مثلا من 17-18 سالم بود ویولون میزدم، مثلا من تازه میخواستم پرستو از سوناتا پارتای باخ رو بزنم تو 18 سالگی، اما الان شاگرد 11-12 ساله‌ای من از خود اون زمان من بهتر داره میزنه. خب یه اتفاقیه دیگه. بله. یعنی تو این 10 سال اخیر آموزش ها بهتر شدن، سازهایی که دست بچه‌ها میاد بهتره، دانش عمومی موسیقی بالاتر رفته، افراد زیاد این وسط کار کردن، زحمت کشیدن. من اسم نمیبرم چون زیاد هستن که بله. چیز نشه. در زمینه دروس آهنگسازی، سولفژ، این بالاخره سولفژ ارتباط مستقیم با گوش داره و گوش همه موسیقیه و معلمین خوب لااقل در بخش ذهنی، من فعلا صحبت میکنم چون بالاخره بخش ذهنی بخش بسیار مهم ارکستر سمفونیک، که معلمین خوبی که اومدن الان ببین تو جشنواره جوان استان فارس و شیراز داره مدام در بخش ذهنی مقام میاره. خب خیلی عجیبه که ما همه این امکانات داشته باشیم و اینقدر نوازنده خوب. یه زمانی واقعا کم بود نوازنده خوب ذهنی که بشه کنار هم نشوندش داده زد، اما الان بچه‌ها به سن و سال پایین اصلا محشرن، خیلی خوبن و واقعا امیدوارم یه روز اوضاع مملکت درست بشه و اینا واقعا بتونن بدرخشن، بهتر زندگی بکنن، از سازی که میزنن درآمد داشته باشن که بتونن با آرامش بهتری ساز بزنن و آینده درخشانی داشته باشن. الان خب ما واقعا تو وضعیتی هستیم که اصلا آینده رو نمیدونیم که چی میشه. امیدوارم خوب باشه. البته به همین خاطر همیشه من تو فکر آخه من از سال 94 خودم ارکستر ذهنی داشتم. بله. یعنی اجراهایی هم داشتیم، یعنی رپرتوار داشتیم، اجرا می‌کردیم، هایدن ویوالدی میزدیم، موزارت میزدیم، کلارنت کنسرت موزارت رو زدیم، خیلی باخ میزدیم، رمانتیک کم البته میزدیم، بیشتر کلاسیک و باروک میزدیم، مدام اجرا داشتم. اما من یه دوستی دارم آقای فرامرز فاطمی، ایشون ساز بادی میزد و کل ساز بادی هم داشت و بچه‌ها میداد که اینا بزنن. ایش ارکستر درست کرده به اسم ارکستر بادی صلح شیراز. بعد ایشون به من گفت که آقا ما ارکستر داریم و به چند نفر از بچه‌های شیراز گفتن چیز کردن دیگه، به قول معلوم نگذاشتن و گفتن نه اینا چون بیشتر ارتشی بودن. بله. و خب ارتشی‌ها هم جور دیگر ساز میزنن، سازاشون بالاخره آموزش خیلی درستی نمیبینن. میای با اون کار کنی. من اول خیلی خوشحال شدم، بعد با خودم فکر می‌کردم که چون با من با بادیا کار نکرده بودم، با خودم فکر می‌کردم خب لااقل اینا مشکل کوک ندارن. خیلی خوبه دیگه، میریم رو نوانسا کار می‌کنه موسیقی. بعد رفتم تو اصلا مشکل کوک تو بادیا هست.
بالاخره زهی لااقل 4 تا سیم دستباز داره که کوک بکنه چک بکنه. اصلا بادیا دستباز ندارن، اصلا با چی کوک بکنه غیر از تیونر یا گوشش. اما من با ارکستر بادیه کار کردم، خیلی سختم بود واقعیتش، چون که خب خیلی هاشون سواد موسیقی آنچنان نداشتن، مسئله کوک و ریتم شدید داشتن. من راستش خودم اولین بار که اجراتون رو دیدم حیرت کردم از اینکه شما تونستین یه بخش بادی در شیراز رو اندازی کنین. بعد سختی کار زمانی شد که من این بادی و زهیار با هم ترکیب کردم. اصلا یه چیز افتضاحی بود. ببین من اصلا یه وضع عجیبی بود، اصلا کوک نمیشد ارکستر هر کار من میکردم، نوت کشیده، آکورد، کورال های باخ بزن، اصلا یه وضع عجیب غریبی بود و خیلی سخت بود. من فکر با خوشحالی گفتم که وای بریم دیگه ارکستر سمفونیک درست کنیم و فلان و اینها. و باز سال 98 بود که ما با هم ترکیب کردیم، تا 1400 ما اصلا اجرای نگذاشتیم، یعنی 2 سال همش درگیر این بودیم که اینا رو چیکار کنیم، چجوری کوک بکنیم، چه قطعه‌ای اصلا بزنیم که بشه. تا اینکه سال 1400 ما یک اجرای گذاشتیم که اونم کلی مشکلات داشت. و حالا به هر حال ارکستر به سطحی رسیده که ما میتونیم با افتخار مثلا ببین ما یک اجرای داشتیم با آقای رضا فکری. آقای رضا فکری الان خواننده اپرای ملی کرواسیه و اتفاقا نقش اول اپرای آرایشگر شهر سویر رو ایشون قراره که همین زودی با ارکستر اونجا اجرا کنه. ما بالاخره به جای رسیدیم که تونستیم ایشون رو دعوت کنیم با ما بخونه. هم یه کار من نوشته بودم که امشب بخش از اون اجرا میکنیم، ایشون اجرا کردن، من یکم آهنگسازی هم میکنم و همین که سری کارهای کلاسیک خوندن. ما تونستیم بالاخره آقای صهبایی که اومدن سر ارکستر ما براشون اگمونت بتوون زدیم و ایشون وقت اگمونت رو شنید دید که ما میتونیم که رپرتوار دیگری هم بزنیم و اتفاقا رپرتوار جذابی هم بود. شما که لطف کردین تشریف آوردین، شاید دوستان دیگه هم اومدن. نمیگم خیلی خوب زدیم در سطح آقای صهبایی، ولی برای ما تجربه خوبی بود و باز کلی چیز یاد گرفتیم. و این یک واقعیتیه که دوستانی که اینجا هستن بالاخره اجراهای ما رو میان قطعا میبینن اجراهای ما اشتباهات زیادی هم توش پیش میاد. من خواهش که از همه دارم به ما فرصت بدین که به مرور این کار رو بهترش کنیم. باور کنید کار ساده ای نیست. کنار هم قرار دادن گروه کور رو من خودم درست کردم با کمک بچه‌ها و همین کنار هم قرار دادن گروه کور، بادی، زهی، بالاخره بعد با فرهنگ‌های مختلف، بالاخره بچه‌ها از جای مختلف اومدن، از لحاظ موسیقایی منظورمه، این که بخواد توی گروهی بشینه، توی گروه 120 نفره حل بشه، خیلی مسائل زیادی وجود داره. ما بالاخره از دختر بچه‌ای مثلا 4 15 سال تو ارکسترمون داریم تا آدم مثلا 40 خورده 50 ساله. شما ببین مدیریت اینها کنار هم قرار دادن اینها توی ارکستری که بالاخره سازماندهی اونجوری مثل ارکستر سمفونی که خارج از کشور نداره. ما اینجا همه دلی، همه دوستانه، همه با عشق میان و خب کنترل همه اینا و مدیریت همه اینا مشکلات زیادی داره. به همین خاطر از مخاطبینمون که لطف میکنن کنسرت‌های ما رو میان خواهش میکنن که به ما فرصت بدن، ما چند سال دیگه با تمرین کنیم. واقعیت خوش آمدید. در بخش دوم برنگاشت این برنامه میپردازم به این که هیئت حاکمه و قوای مجریه ایران چرا باید در برنامه و بودجه‌اش تمهید کنه که برای هر استان کشور یک ارکستر سمفونیک استانی برقرار بشه و اینکه به کدوم دلایل در شرایط کنونی ایران ارکستر سمفونیک نه یک لوکس پردازی فرهنگی بلکه یک ضرورت اجتماعی، از درمان آسیب‌های روانی و اجتماعی گرفته تا تقویت اقتصاد و بهبود چهره بین‌المللی. همه این جنبه‌های مثبت در این سرمایه‌گذاری فرهنگی با شواهد معتبر قابل اثباته. دلیل اول، در جامعه ایران که شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی عمیقی وجود داره، ارکستر سمفونیک فضایی ایجاد میکنه که همه طبقات در تجربه زیبایی فاخر شریک بشن. این مشارکت در زیبایی پیوندهای انسانی رو فراتر از موانع طبقاتی تقویت میکنه و به سهم خودش منجر میشه به درمان شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی از طریق تجربه جمعی زیبایی. یادآوری میکنم تجربه ارکستر سمفونی لس آنجلس در محلات فقیرنشینش رو که با اجرای برنامه‌های رایگان موفق به کاهش تنش‌های اجتماعی و افزایش همبستگی منجر شده. در ایران هم اجرای رایگان ارکستر سمفونیک تهران در پارک‌های شهری نتایج مشابهی به همراه داشته. دلیل دوم، جامعه ایران در سالهای اخیر با موجهای شدید اضطراب اجتماعی و اقتصادی و روانی مواجهه.
پژوهش‌ها تصریح دارند که گوش دادن به موسیقی کلاسیک تا 23% سطح کورتیزول یا هورمون استرس رو کاهش و تا 9% اضطراب رو کاهش و متعاقباً ترشح سروتونین یا هورمون افسردگی زدایی رو افزایش میده. این کاهش اضطراب و افسردگی جمعی از طریق شفای موسیقیایی باید مد نظر قرار بگیره. دلیل سوم، ما امروز با بحران اعتماد اجتماعی مواجهیم. مشاهده یک ارکستر 80 تا 130 نفره که در هماهنگی کامل کار میکنن به شهروندان ثابت میکنه که همکاری موفق امکان پذیره و اعتماد متقابل میتونه نتایجی زیبا به بار بیاره. پس از جنگ‌های یوگسلاوی، ارکستر جوانان اروپا با عضویت نوازندگان از کشورهای متخاصم نقشی مؤثر در بازسازی اعتماد منطقه‌ای داشت. این بازسازی اعتماد اجتماعی از طریق تجربه همکاری موفق با محوریت موسیقی غیر قابل چشم پوشیه. دلیل چهارم، ایران با چالش‌های هویتی بین سنت و مدرنیته مواجه است. ارکستر سمفونیک میتونه با باز تنظیم و اجرای قطعات موسیقی نواحی و محلی پلی بین این دو قطب باشه و هویت ملی رو در قالبی مدرن و جهانی ارائه بده. نباید به تقویت هویت ملی از طریق تلفیق موسیقی ایرانی و کلاسیک بی‌اعتنا بود. دلیل پنجم، جامعه ایران تحت تأثیر فشارهای اقتصادی اجتماعی روز به روز عجولتر و کم صبرتر شده. اجراهای ارکستری که نیازمند گوش دادن متمرکز 40 تا 90 دقیقه‌این، مهارت صبر و تحمل رو در شهروندان تقویت می‌کنند و به پرورش صبر و رواداری در این جامعه کم صبر و عجول منجر میشن. مطالعات نشون داده که دانش آموزانی که به طور منظم در اجراهای کلاسیک حضور پیدا می‌کنند، در آزمون‌های تمرکز و توجه نمرات بالاتری کسب می‌کنند. همچنین آمارهای دادگستری‌ها نشون میده که در مناطق با دسترسی بیشتر به موسیقی کلاسیک نرخ جرائم خشونت آمیز پایین تره. دلیل ششم، ایران با آسیب‌هایی مثل اعتیاد و گرایش به تفریحات مخرب مواجهه. ارکستر سمفونیک با پرورش ذائقه هنری عالی جایگزین سالمی برای این تمایل به رفتارهای مخرب ایجاد میکنه. این درمان آسیب‌های اجتماعی از طریق تربیت ذائقه والا امریه که نباید به هیچ عنوان مورد غفلت قرار بگیره. در ونزوئلا برنامه ال سیستما که جوانان فقیر رو به آموزش موسیقی کلاسیک مشغول و ترغیب میکنه، نرخ جرم و اعتیاد رو در محله‌های هدف تا 60% کاهش داده. جالبه که اون مدارسی که آموزش موسیقی کلاسیک ارائه میدن کمترین نرخ ترک تحصیل منطقه‌ای رو دارن. دلیل هفتم، اقتصاد ایران نیازمند تنوع بخشی و خروج از وابستگی نفتیه. ارکستر سمفونیک هسته‌ای برای رشد اقتصاد خلاق و جذب گردشگران فرهنگی محسوب میشه و درآمدهای پایدار و اشتغال کیفی ایجاد میکنه. ارکستر سمفونیک وین سالانه میلیون‌ها یورو درآمد برای اتریش خلق میکنه. دلیل هشتم، ایران در شرایط فعلی نیازمند تقویت چهره فرهنگی خودش در جهانه. ارکسترهای سمفونیک ابزاری قدرتمند برای دیپلماسی نرم و بهبود تصویر ایران در جهان محسوب میشن. نمونش ارکستر فیلارمونیک برلین که با اجراهاش در کشورهای مختلف نقش مؤثری در دیپلماسی فرهنگی آلمان ایفا میکنه. دلیل نهم، جامعه ایران با کمبود نظم و انضباط داوطلبانه مواجهه. ارکستر سمفونیک نمونه ای زنده و پویاست از انضباط داوطلبانه که در اون افراد به خاطر هدف والا خود رو منضبط و ملتزم به انضباط میکنن. مدارسی که برنامه آموزش موسیقی کلاسیک دارن کمترین نرخ غیبت و بالاترین نمرات انضباطی رو در مقایسه با سایر مدارس داشتن. دلیل دهم، ایران دچار امواجی از ناامیدی جمعیه.
موسیقی کلاسیک با قدرت برانگیختن احساسات متعالی و امیدوارانه میتونه روحیه جمعی رو بهبود ببخشه و بیش از پیش امید رو به جامعه برگردونه. دلیل 11: در شرایط فعلی ایران که فضای بیان نامحدود نیست، اجراهای سمفونیک فضاهای امنی ایجاد میکنن که مردم بتونن احساسات خودشون رو بدون فیلتر تجربه کنن. این ایجاد فضای امن برای تبلور احساسات جمعی برای سلامت روانی جامعه حیاتیه. دلیل 12: ایران نیازمند پرورش نسل جوانی هست که علاوه بر دانش تخصصی دارای ارزش‌های انسانی، صبر، تحمل و تعهد باشه. ارکستر سمفونیک یکی از بهترین انتخاب‌ها برای آموزش این ارزش‌ها محسوب میشه. بررسی فارغ التحصیلان مدارس دارای آموزش موسیقی کلاسیک نشون میده که اونها در دانشگاه‌ها و در محیط کار رهبرانی بهتر، تعاملاتی سازنده‌تر و تعهداتی بیشتر نسبت به همسن‌های خودشون نشون میدن. دلیل 13: حمایت از ارکسترهای سمفونیک استانی سرمایه گذاری بلند مدت در آینده فرهنگی ایران محسوب میشه. این سرمایه گذاری ها نه تنها بازدهی اقتصادی و اجتماعی داره، بلکه میراث فرهنگی ارزشمندی برای نسل‌های آینده ایجاد میکنه. کشورهایی مثل آلمان و اتریش که در طول تاریخ بر موسیقی ارکسترال سرمایه گذاری کردند، امروز از مزایای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اون بهره مند هستند. همین ارکستر سمفونیک تهران که بیش از 70 سال سابقه داره، امروز یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی ایران محسوب میشه. لذاست که در شرایط کنونی ارکسترهای سمفونیک نه لوکس پردازی‌های فرهنگی، بلکه ضرورت اجتماعی هستند. حمایت از تأسیس و برقرار موندن ارکسترهای سمفونیک استانی در واقع حمایت از سلامت روانی، انسجام اجتماعی، اقتصاد پایدار و آینده فرهنگی هر استان ایران. یه جستجویی کردم هفته گذشته در رابطه با زیرساخت‌های اقتصادی یک ارکستر که اصلا این ارکسترها چطوری در دنیا مدیریت اقتصادی میشن. در مورد ارکستر برلین میخوندم، از سال 1800 خورده‌ای اون تأسیس شده و داره قرن هاست که داره کار میکنه در واقع. و شهرداری برلین سالی چند میلیون یورو میپردازه به ارکستر. علاوه بر شهرداری، مردم سالی چند میلیون یورو بلیت میخرن و ارکستر سمفونیک رو میبینن. و علاوه بر اون شرکت‌های بزرگی مثل فولکس واگن و بقیه شرکت‌ها اسپانسر این برنامه ها هستن. و من متوجه شدم که اساساً شهرداری‌ها و دولت‌ها وظیفه دارن که ارکستر سمفونیک ها رو زنده نگه دارن، به خصوص که این خب یک موسیقی بنیادینه و یه موسیقیه که شاید موسیقی روز و مثلا پاپیولار هیجانی که بالاخره مخاطب عمومی داره. و یه بخش دیگه ماجرا اینه که ارکسترها یا مال دولتن یا مال ثروتمندای کشور. یعنی خیلی از ثروتمندا پولشون رو خرج این میکنن که ارکسترها زنده بمونن. و بعد فکر کردم که ما در کشورمون باید چیکار کنیم. یعنی خب من تا به حال نشیدم که مثلا شهرداری شیراز به طور ثابت به یه ارکستر، حالا به طور خاص ارکستر سمفونیک فارس، حقوقی پرداخت کنه که اینطوری که به نظر میاد جزء شرح وظایفش هست که آقا جان نوازنده هایی که دارن میان حقوق میخوان، نوازنده هایی که دارن میان رفت آمدشون چطوری میشه، اجراهاشون چطوری میشه. علاوه بر این که ارکستر برلین یه سالن به چه عظمت و با چه معماری به صورت ثابت داره که همون مشکلی که شما فرمودین همونجا تمرین میکنن و همونجا اجرا میکنن و همونجا ضبط میکنن و همه اینها. خب پس ما در شهرداری که این همکاری رو نداریم، شاید به لحاظ فرهنگی هنوز برای ثروتمندای شهر شیراز اینجا نیفتاده که میتونن یه بخش ما چه رفتیم که نداده. حالا من فقط می‌خواستم بپرسم آیا شما اصلا سری زدید؟ چون من خوب میدونم مثلا فرض کنید در شهرک‌های صنعتی شیراز کارخونه‌های بزرگی هستن که مثلا با یه رقم کوچک میتونن اسپانسرینگ بزرگی بکنن برای این کار. یعنی
یه سری عددا تو بیزنس کوچیکه ولی توی دنیای هنر میتونه واقعا گره‌گشایی کنه، خیلی میتونه گره‌گشا باشه. و خب بعد اصلا یه حس خوبی هم داره، یعنی مثلا یه مدیر کارخونه یا مدیر شرکت یا تاجر میتونه بگه که آقا مثلا این ارکستر تحت حمایت منه و خب این خیلی جذاب. به نظر میاد مبلغش مبلغ زیادی نیست، فرهنگش اتفاق نیفتاده. ما خیلی وقتا پولای بزرگتری خرج میکنیم ولی خب برامون چیز نداره. یعنی من یه موقعی خاطرم هست داشتیم با سهند شکرزاده صحبت میکردیم و سهندش به من میگفت که در اروپا بعضی از خانواده‌های ثروتمند اروپایی مشخص هنوز که مثلا چند نسل قبلشون پدر بزرگش سفارش اپرای عروسی فیگارو رو به موزارت داده و اینا تو خانوادهشون چند نسله که میگن که آقا فلان قطعه موزارت رو با بزرگ ما سفارش داد. بله. میدونی؟ و بعد برای مردم هم این فرهنگ هنوز اونقدر گسترده نیست که بیان بلیط‌های ارکستر سمفونیکو بخرن. و من سوالم اینه که شما چیکار میکنین؟ خشایار جان شما چطوری زنده ای؟ بچه‌ها رو دعوت کردین اینجا و ما فکر می‌کنم امشب همه بچه‌ها نیستن دیگه، فکر می‌کنم یه 60-70 نفری باشیم با گروه کور و شما زحمت کشیدین برای پذیرایی کردین و اینا. ببین یک پذیرایی مختصری بخواد از مثلا این افراد بشه، حالا زمانش کاملا باشه، ببین چقدر هزینه داره. ببین شما در نظر بگیرید یک جابجایی ما چقدر هزینه داره. وقتی ما می‌گیریم صبح میریم یک جایی برای کنسرت، نهار چی میشه؟ بعد شام چی میشه؟ میان بعدش چی میشه؟ البته بچه‌ها اینجا نشستن ما تا رو بهشون نهار ندادیم واقعیتش. حالا من به غیر از پذیرایی و ایاب ذهاب یه موقع ارکستر لازم داره. من دارم ساده‌هاشو میگم، یه نوازنده مثلا از خارج از کشور بیاره، یه ویرتوز بیاره آموزش بده، یه کنسرت مثلا توی یه شهر دیگه اجرا بشه. اصلا وارد یه بحثی شدی که آهی کشیدم من. خب میخوام که دوستان خسته نشن ولی خب خیلی سریع میگم. یکی از انتقاداتی که به ارکستر سمفونیک فارس میشه و از لحاظ حرفه‌ای درسته این که چرا قطعات ایرانی هم میزنه یا چرا این قطعات ایرانی میزنه، دو تا مثلا کلاسیک هم اونجا مثلا اجرا میکنه. مسائل خیلی زیادی وجود داره. من چون که آهنگسازی هم بلد هستم، آهنگسازی میکنم یه ذره، من خودم کارشناسی ارشد آهنگسازی خوندم واقعا بزرگوار. بله من یه کاری ساختم به اسم اپرت حافظ که سال 402 توی روز هفته حافظ شیراز 3 شب اجراش کردیم و 2 شبش رو شهرداری شیراز اسپانسر شد، 1 شبش هم کنسرت گذاشتیم. ببین شهرداری شیراز برای اون 2 شب اجرا تازه بعد از این که اومدن کار رو چندین بار دیدن و دوست داشتن، حالا اینها خود آقای شهردارم اومدن و کار رو کامل دیدن. خود اهالی شهرداری، بچه‌های شهرداری میگفتن تنها برنامه‌ایه که آقای شهردار میان و کامل میشینن. شهرداری شیراز به تقریبا 100 نفری که ما بودیم برای 2 شب اجرا 140 تومن داد. ببین 140 تومن شما فکر بکن این 100 نفر مثلا بخوای نهار معمولی بخورم این چی میشه؟ مثلا نهار خیلی معمولی. حالا بگذاریم که یه سری سازاشون تعمیرات میخواد، یه سری ساز بادی رو اصلا ما خودمون خریداری کردیم، یک گریسی میخره برای ساز بادی 2 میلیون، یه دست سیم ویولنسل شده 16 میلیون، سیم ویولن 12 میلیون، یک جابجایی 2 تا کنترباس ما داریم جابجا میکنیم چقدر میشه، تیمپانی جابجا میکنیم چی میشه، تیمپانی چقدر آسیب دید این وسط و همه اینها. حالا بخوام واقعیتش بهتون بگم ما اوایل از بچه‌ها پول ماهانه میگرفتیم واقعیتش، یعنی هم بچه‌هایی که اینجا نشستن با عشق و علاقه که داشتن یک مبلغی رو به ارکستر کمک میکردن و از کمک‌های همونا بود که کم کم ارکستر جون گرفت و شکل گرفت، یعنی که اصلا ما چیزی نداشتیم.
سپاس که همراه برنامه بن بودید. امیدوارم از دیدن این برنامه لذت برده باشید و براتون مفید واقع شده باشه. برای اطلاع از آخرین اخبار برنامه بن صفحات مجازی ما رو دنبال بفرمایید. بدرود.